خب وارد کامیونت شدیم. این قسمت رو میبینیم که به صورت کاملا هنرمندانه بریده شده و جناب سران بفرمایید چه اتفاقی افتاد؟ کامیونت همینجوری که مشاهده میکنید یخچال ایسوزوه و جوری اینجا انتهای یخچال رو تعبیه کردن که موقعی که مثلا حالا وارد کابین میشی، وارد یخچال میشی، اصلا قابل رؤیت نیست، قابل مشاهده نیست، قابل فهم نیست که اینجا جاسازی تعبیه شده. ته اینو دوبل درست کردن، بعد کاملا چسبکاری، کاملا با بسای که شکل هم باشه، یعنی این نیست که مثلا شکلش متفاوت بشه یا چیزی باشه که مشخص بشه. حالا ما با ترفندهای خودمون، با کارشناسایی که به کار بردیم تو این بحث، مشخص شد که ته همین یخچال یه محوظه‌ای کاملا به صورت حرفه‌ای تعبیه شده. 800 کیلوگرم مواد مخدری که دوستان ما لطف کردن به تصویر کشیدن، یعنی تمامی از تو این خب اگر لطف فرمایین این جاساز هم باز کنیم که ببینیم این 800 کیلوگرمی که شما فرمودین کجا جا گرفته. خیلی ها شاید براشون جای سوال باشه. آره بفرمایید. جوری اینجا رو تعبیه کردن که اگه ما ورق رویی هم برداریم باز اینجا دوبله. واقعا اینجا یعنی باز اینجا دوبله یه ورق دیگه است. یعنی اون ورق دیگه هم باید برش بزنید تا اون جاسازش مشخص بشه. چه جای دلباز و خوبی هم داره جناب سرمان. واقعا جا میشه، میگم بیشتر هم جا میشه اینجا.